بررسی شو را به تاریخ 22 جولای 2024. این شو با گونتر را آغاز میشه. گونتر تا میاد حرف بزنه هو میشه، اما با این حال روی حرفایی که هفته پیش به دیمین زد پافشاری میکنه و یه ضرب المثل که میگه میپرسن از کجا اومدن، دوستاتو هم نشون بده بهت میگم از کجا اومدی. تمام اعضای جاجمنت دی رو هم قضاوت میکنه و همشون آشغالای خیابون میدونه. استریت ترش. بعد برای آخرین بار پیشنهاد سخاوتمندانه شو به دیمین میده که پاشه بیاد اینجا و کمربند رو بهش تقدیم کنه و بزنه به چاک. دیمین وارد میشه و زارت میزنه تو صورت گونتر. بچه ها میفتن به جون هم که عوامل تلاش میکنن که جداش میکنن، اما فقط تلاش میکنن و دیمین موفق میشه دهن گونتر رو سرویس کنه و درگیری به خارج از ساختمون کشیده میشه. اولین مسابقه مشخص شدن حریف سمی زین سر کارمند اینترکانتیننتال بین ایلیا دراگونوف در مقابل سگ دنیای کشتیکش بران بریکر برگزار میشه. توی این مسابقه بران تمرکزش رو روی دل و روده ایلیا میذاره با کوموندنش به پایه رینگ و اجرای دابل نیگات باستر کنترل رو به دست میگیره. اما وقتی میره برای پاور بامب ایلیا حرکت رو به دیتی بدل میکنه و شاهد اجرای کلکسیون حرکات ایلیا میشی مثل کانستانتین مخصوص، فیس واش، پاور بامب، سوپر پلکس، اچ بام و دفلی درایور از روی اپرون. در نهایت ایلیا آماده میشه تا خارج از رینگ هم به بران اچ بامب بزنه، اما بران تو هوا اسپیرش رو بهش فرو میکنه. بران برمیگرده به رینگ و آماده اسپیر بعدی میشه، ولی داور ایلیا رو چک میکنه و تشخیص میده که مسابقه باید تموم بشه. زنگ مسابقه میخوره و تیم پزشکی میاد بالا سر ایلیا و بران بریکر پیروز میدان معرفی میشه و به این شکل فرصت مسابقه سر کارمند اینترکانتیننتال با سمی زین رو به دست میاره. تو کلاب هاوس جاجمنت دی ریا ریپلی از بچه ها میخواد که بازی کردن رو بذارن کنار رو تمرکز کنن. دیمین دیگه تو طولشون نیست. بعد دام به مامی میگه که یکم نگرانه به خاطر اینکه جی شماره مامی رو خواسته و مامی هم گفته ایز. Does Jey Uso have your number? Jay asking about your number and you said yeet? ریا میخنده و میگه که وضعیتش مثل لیو و دام نیست و شبکه‌های مجازی دام رو زیر نظر داشته. فیلم میپر وسط و به دام پیشنهاد میده که یه بار برای همیشه کار جی اوسو رو یکسره کنه، اما مامی یه جورایی طرف جی در میاد و نیازی نمیبینه که باش درگیر بشن. بعد کل ماجرا رو میندازه گردن دام که از مغزش استفاده کنه. تو اکستیج الفا آکادمی رو نشون میدن که تولد آکیرا تازاوا رو جشن گرفتن. آکیرا رفت توی 39 سال. مسابقه تک به تک بین لایرا والکیریا در مقابل سونیا دویل برگزار میشه. توی این مسابقه متوجه شدم بعد این همه سال که سونیا توی رینگ بوده بازم یه آماتور به نام لایرا باید بهش بگه چی کار کنه. همونطوری که میبینید سونیا دستشو میذاره رو کمر لایرا و لایرا بهش میگه دستشو برداره. حالا خوبیش این بود که لایرا تونست وزن سونیا رو تحمل کنه، اگه نمیتونست سونیا با گردن میومد رو تشک. هر حال بعد اجرای این حرکت لایرا تصمیم میگیره که از روی تنابه رینگ حرکتی بزنه، اما شینا و زوی توی کارش دخالت میکنن و خارج از رینگ همراهان دو کشتیگیر میفتن به جونم که سونیا از این فرصت استفاده میکنه و با فینیشرش برنده معرفی میشه. تو VHS جدید نیکی کراس رو داریم که انکل هاودی دائم بهش میگه به خودت نگاه کن، به دروغ گفتن، نادیده گرفتنت، رنج کشیدنتو نگاه کردن. همه این مدت پاسخا پیش من بوده. سی ام پانک صدای بی صدایان با کفشای صورتی وارد میشه.
پانک اعلام میکنه که از نظر پزشکی اوکی و از درو میخواد که بیاد تا دهنشو سرویس کنه. درو هم وارد میشه و از خودشه که بزنه کون پانک رو شرح کنه، اما میکشه عقب که پانک خودش دست به کار میشه و میاد تا روی استیج درگیر بشه، ولی عوامل سری میریزن و جلوشو میگیرن. درو بر این باوری که مردم گرین بی لیاقت دیدن درگیریشو با پانک ندارن، برای همین احساساتشو کنترل میکنه و میخواد که با خانواده چیل کنه. That is enough. سر و کله آدم پیرس پیدا میشه به طور رسمی. دلیل اینکه امشب چرا قرار نیست پانک درگیری داشته باشه رو مطرح میکنه، چون درو برگشته به کار و قرار رو توی سامر اسلم این دو با هم مسابقه بدن. قبلش لازمه بدونید که توی بک استیج خیلی کوتاه یه ویدیو نشون دادن که ما ندیدیم درو حرف بزنه، ولی انگار که از این داورا عذرخواهی کرده. به هر حال آدم بعد ثبت مسابقه التیماتوم میده که اگه این دوتا امشب همو لمس هم کنن مسابقهشون کنسل. و گونتر و دیمین به اندازه کافی براش مشکل وجود آوردن و الان هم مشکلش داوره. Referee problem. ست رالینز دستی به کله کچل آدم میزنه و وارد رینگ میشه و اعلام میکنه که داور ویژه مسابقه درو مکینتایر در مقابل سی ام پانک در سامر اسلمه. جاجمنت دی رو نشون میدن که دارن دنبال جی اوسو میگردن. کارلیتو ایده میده که از هم جدا بشن و دنبالش بگردن. ایده قبول میشه و به محض اینکه دام رو تنها میذارن لیو مورگان آویزون دم میشه و بهش میگه که بابت هفته پیش عذر میخواد و همه چی باش اوکی میشه. دام هم میگه همه چی با مامی اوکی هست، نیازی به اوکی تر شدن نیست. فین برمیگرده پیش دام و میگه داداش ما تو رو فقط 10 ثانیه به حال خودت گذاشتیم، چیکار میکنی مشتی؟ دام کابل رو میگیره و میگه پیداش کردی؟ فکر کنم باز از این ور دنبالش برم. No, you're not going that way. We're going this way. با سمی زین صحبت میشه که یه دفعه میبینیم کارلیتو و جیدی جی اوسو رو پیدا کردن و دارن میزننش که سمی زین به داد جی میرسه. مسابقه 6 من تگ تیم بین وودز و الفا آکادمی در مقابل فاینال تستمنت برگزار میشه. توی این مسابقه اوتیس فردی بود که مرکز توجه قرار گرفت و زمانی که بچه‌ها کدایخور فاینال تستمنت شده بودن تونست شرایط رو عوض کنه، اما بعد از اینکه میتونه به اکرم کاترپیلر رو بزنه کراس با فور آرم سورپرایزش میکنه و وودز با اوتیس سرخود تگ میکنه. آقا رضا اوتیس رو از رینگ میکشه بیرون و وودز جفا میره تو کراس که از اون طرف آکیرا و پریشی به داد اوتیس میرسه. وودز قاطی میکنه و ضربات مشت خودش رو با کالبد کراس شلیک میکنه که اکرم حواسش رو پرت میکنه، ولی با سوپر کیک جوابش داده میشه. تا برمیگرده سر وقت کراس بهش فینیشر میزنه. کاور تموم. برنده مسابقه فاینال تستمنت معرفی میشه. Shoulders. More power. Down goes. بعد مچ چاد گیبل با کرید برادرز وارد میشه و چاد لیدر بودن اوتیس رو زیر سوال میبره و بولیشون میکنه. با این حال بهشون پیشنهاد میده که بهش ملحق بشن و برای ترغیبشون پای وایت 6 رو هم میکشه وسط که اگه برگردن پیشش میتونه ازشون حفاظت کنه. اوتیس در جواب میگه حفاظت؟ مطمئنی استاد؟ هفته پیش که تا دیدی هواپسه کرید برادرز رو ول کردی و زدی به چاک. تو آدم تخماتیکی هستی. جواب کمکان نه. Is still no. شاید یه تستی روی مکسین و آکیرا هم میزنه که بچه‌ها با چسبیدن به اوتیس و چاد ویلاخ نشون میدن و چاد هم به کرید برادرز از طور حمله میده. توی این درگیری اوتیس یه تنه ترتیب کرید برادرز رو میده و میره که بالا پایین چاد رو هم یکی کنه، اما کرید برادرز از پشت بهش حمله میکنن و 3 نفری میزننشون میرن تا با صندلی ساندویچش کنن که وایت 6 وارد میشن و بچه‌ها میان روی استیج که عمو هاودی از پشت چاد زور میکنه و در جا سیستر ابیگیل میزنه. مسابقه بین بیگ برانسون ریدز در مقابل پیت دان در نظر میگیرن، اما تا پیت توی رینگ خودش رو آماده میکنه شیمس با زانو تو حلقش اسپان میشه. Look who's here! Sheamus!
مسابقه میره رو هوا و شیمس و برانسون میفتن به جونم که شیمس برانسون رو هم با ضربه زانو مرخص میکنه. بعد پیت دان میپره وسط که شیمس با 10 مشت مخصوص به سینه ازش پذیرایی میکنه، آماده فرو کردن بروکیک میشه، ولی پیت با خارج شدن از رینگ خودشو نجات میده. برانسون نخودی ماجرا بروکیک رو میخوره و چش تو چش شدن شیمس و پیت این بخش تموم میشه. توی بکستیج بازم جاجمنت دی رو داریم که فین خونش به جوش رسید و میخواد که امشب با جیدی برن و دخل سمی و جی رو بیارن و برای هفته بعد هم میخواد دخل گونتر رو بیاره که مامی زیاد با این ایده مسابقه با سمی و جی حال نمیکنه و برای سوال میشه که وقتی سمی بهشون حمله کرد فین و دام کجا بودن؟ که کارلیتو دنلاق لو میده که با لیو بودن. ریا قاطی میکنه مثل مامانا دست بچه‌شو میگیره و میان توی رینگ. Mommy is not pleased when she heard that Dominic. مامی میگه لیو میخوایش بیا بگیرش. لیو از لا جمعیت ظهور میکنه میگه ریا من قرار نیست بیام توی رینگ چون برخلاف تو میتونم خودم رو کنترل کنم. من تو تمام این مدت منتظرت بودم تا سامرسلم میتونم صبر کنم و دلیل اینکه اینجام هم واضحه چون به دامانیک حس دارم و دامانیک هم بهم حس داره که حتی تو هم نمیتونی انکارش کنی. میدونی چرا نمیتونی انکارش کنی ریا؟ چون مرد زیبایی مثل دامانیک دنبال دختری مثل تو نمیان. نه، مرد زیبایی مثل دامانیک دنبال دخترایی مثل من میان. Girls that look like me. مامی میاد تا دست به کار بشه اما دام جلوشو میگیره و لیو میگه که به ددی دام اجازه بدید که حرف بزن و اون 3 حرف کوچولو رو به هم بگه. دام میگه تو اون 3 حرف کوچولو رو میخوای؟ من ازت متنفرم لیو، احمقی یا کر، من علاقه بهت ندارم و زندگیمو نابود کردی. حاجی دام میزنه کانال اسپانیایی و قلب لیو مورگان رو میشکونه. لیو میزنه زیر گریه و میره. مامی هم توی رینگ به وجه میاد و موهای دام رو میکشه و بعد پچ پچ در گوشش لیسش میزنه. تولد شان مایکلز تبریک گفته میشه. مسابقه بین زلینا وگای مصدوم در مقابل زوی استارک در نظر میگیرن. توی این مسابقه زوی تماما تمرکزش رو روی دست آسیب‌دیده زلینا میزنه. اما با این حال کدای خور زلینا میشه جوری که زلینا میره برای 619 ولی شینا تو کارش اختلال به وجود میاره که سر و کله کیدن و کاتانا و لایرا پیدا میشه و شینا و سونیا رو میزنن. داور حواسش پرت این داستان میشه و زلینا 2 بار از آتل دستش برای زدن زوی استفاده میکنه و با اجرای فینیشر کد رد کارو تمام میکنه و پیروز میدان معرفی میشه. تو بک استیج وودز و آدم رو نشون میدن که وودز میخواد برای هفته بعد تک به تک با کراس مسابقه بده. آدم هم ساده قبول میکنه. بعد درو به کادر دوربین دخول میکنه و از اینکه ست قرار داور مسابقهشون باشه ناراضی. آدم هم میگه که هفته بعد قرار ستاشون توی رینگ حاضر بشن تا در مورد داوری سخنرانی کنه. No, if you excuse me, I need a drink. مشکارته هفته بعد و سامر اسلم 2024 به نمایش گذاشته میشه و مین ایونتش رو آغاز میشه. مسابقه تگ تیم بین سمی زین و جی اوسو در مقابل فین بلر و جیدی مکدونا. توی این مسابقه روندی تقریبا برابر شکل میگیره که فین و جیدی میان تا با هم روی جی حرکتی بزنن اما جی میتونه خودش رو با ضربه آرنج و سوپرکیک خلاص کنه و هات تگ شکل میگیره. سمی زین آتیشی به جیدی اکسپلودر میزنه و میره برای هلوکیک اما کارلیتو حواس داور رو پرت میکنه و دام پای سمی رو میگیره. جیدی از این فرصت استفاده میکنه و به سمی استندینگ اسپانیش فلای میزنه کاور اما سمی کیک اوت میکنه. جیدی شروع میکنه به زدن ضربات مشک این وسط. جی سوسکی با سمی تگ میکنه و بچه‌ها سورپرایزی به جیدی واندی میزنن.
کاور، فین کاور رو به هم میزنه. فین سری سمی رو از رینگ میندازه بیرون و با جیدی تگ میکنه و بعد اجرای اسلینگ بلید میره برای شاتگان دراپ کیک که جی حرکت رو به سوپر کیک بدل میکنه. کارلیتو میاد تا با توف کردن سیب تو صورت جی حرکتی زده باشه اما نمیتونه. دام میاد اونم نمیتونه ولی جیدی میتونه جی رو به تناب رینگ بکونه و در جا فین شاتگان دراپ کیک و کوب گراس میزنه. جیدی هم پشت بندش مونسالت تمیزش رو به جی فرو میکنه. کاور 1 2 سمی کاور رو هم میزنه. فین سمی رو از رینگ شوت میکنه بیرون و سری میرن تا به جی سوپر پلکس بزنن ولی سمی برمیگرده و جی رو نجات میده. فین از رینگ شوت میشه بیرون و جی به جیدی هدبات میزنه. سمی هم در جا هلواکیک و سویساید دایو اجرا میکنه. جیدی پهن رینگ میشه و جی اسپلشش رو میزنه. کاور تمام. برندگان مسابقه جی اوسو و سمی زین معرفی میشن. بعد مچ زمانی که سمی و جی جشن پیروزی میگیرن بران بریکر سمی زین رو با اسپیر نصف میکنه و شو تموم میشه.